سلام دوستان، به یه تئوری جدید در مورد دوربینی که جن زده میشه خوش آمد. این مرد میخواد که از دور و بر اطرافش فیلم بگیره و یهو ناگهانی دوربینش خراب میشه و در حال تعمیر دوربینشه. همونطور که خودتون میتونید داره پیچ و باز میکنه که پشت باتری رو در بیاره. یه شیء خیلی ریزی که همونطور که خودتون میبین فکر کنم نشانه سری باشه از توی دوربین در میاره و در دوربین رو میبنده و دوباره تستش میکنه. دوستان ببینید داخل دوربین یه جوری دیگه است فضا. خب داره میبینه که یه چیز عجیبی میبینه و دوباره نگاه میکنه ببینم توهم زده آیا، و یه جن رو میبینه یه خیلی و خیلی خیلی ترسش میره از این موضوع و شگفت زده میشه که این دوربین چطوری این کارو کرده. دوباره میبینه و اینا خیلی نزدیکتر میشه و میترسه، میره عقب و همین الان جن از پشت ظاهر میشه. تنها دوربینی که جن زده میشه. صدای قدمای جن رو میشنوید، روشو برمیگردونه و جن رو میبینه. خوشتون اومد سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره.